سلام، خوش آمدید دوستای عزیز به جملات مهم انگلیسی. جمله اول، او کیست؟ او کیست؟ Who is he؟ او کیست؟ Who is he؟ او دوست ماست. He is my friend. He is my friend. جمله سوم، دیروز کجا بودی؟ دیروز کجا بودی؟ Where were you yesterday? Where were you yesterday? دیروز کجا بودی؟ جمله دیگه، پیش برو. Go ahead. Go ahead. Go ahead. پیش برو. جمله دیگه، اینجا بیا. Come here. Come here. Come here. اینجا بیا. جمله دیگه، ما دوست شما هستیم. I'm your friend. I'm your friend. I'm your friend. ما دوست شما هستیم. جمله دیگه، تو مرد خوب هستی. You are nice man. You are nice man. You are nice man. تو مرد خوب هستی. دیگه، بلند بگو. Say aloud. Say aloud. Say aloud. بلند بگو. Say معنی بگو و aloud معنی بلند. Say aloud. و جمله دیگه، مرا فراموش نکن. Don't forget me. Don't forget me. Don't forget me. مرا فراموش نکن. و جمله دیگه، خنده نکن. خنده نکن. Don't laugh. Don't laugh. خنده نکن. امروز همین جملات کافی است و با ویدیو دیگه شما به خداوند متعال میسپاریم. And have a good time.